قاعده 140 معنای حشر را بفهمیم. حشر در لغت به معنای جمع اشیای متفرق است. حشر به معنای جمع شدن است. و در روز آخرت اینو چرا حشر میگن؟ در اصطلاح عقیده قرآنی حشر به معنای جمع نمودن و بردن مردم به موقف است. مردم کلگی جمع میشن در یک میدان، کلشان جمع میشن و میرن به طرف موقف، جای توقف در روز آخرت. چون اینجا میرن به خاطر از اینکه کلگی در موقف استاد میشن، جمع میشن تا ای که نوبت برسه به چی؟ به حساب و میزان. امام زمخشری میگه الحشر سوق الناس الى المحشر، بردن مردم به طرف محشر است. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، روزی که حشر میکنیم متقین به سوی پروردگار وفدن، گروپ و نسوق المجرمین الى جهنم وردا، و سوق میتیم مجرمین به طرف جهنم. وقتی که به طرف در محشر رفتن باز دیگه مردم گروپ به طرف جنت میرن و بعضی هم گروه به طرف دوزخ میرن. هر کس هم پشت سرمون بیرق کسی که از اون مطابقت کرده. دوزخی ها رو ببین، یکی در قطار لینن است، یکی در قطار مارکس است به طرف دوزخ. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگفت یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. میگه ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدیم که انسان ها حفات کسایی را میگن که پایلوچ هستن، یعنی انسان ها در روز قیامت پایلوچ، عراتا برهنه، غرلا ختنه ناشده. پس انسان ها اما قسم که اول خلق شدن، نو که انسان تولد میشه حفات میباشه، عرات میباشه و غرل میباشه. یک بچه یک نو تولد میشه بوت نداره، لباس نداره و ختنه هم نشده. رسول الله هم گفت که یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. قلت یا رسول الله، میگه ما گفتم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، الرجال و النساء جمیعا، زنها و مردها همگی، ینظر بعضهم الى بعض، یعنی بعضشان به بعض دیگهشان نظر نمیکنن. قال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یا عایشه، ای عایشه، الامر اشد من ان یهمهم ذلك. میگه امر از این که بسیار سخت میباشه که مردم به این چیزا متوجه شوند. یعنی روز قیامت روز است که مجرده که انسان ها حشر میشن، آنقدر سختی و ترس است که هیچ کس متوجه هیچ چیز نیست. هر کسی در غم جان خود است، حتی متوجه از این نمیباشه که چی حالت است. تاریکی روز قیامت، سختی روز قیامت، انسان ها در عرق های خود غرق هستند. یک کسی تا بجلک خود در عرق، گندگی و عرق است، کسی تا بجلک غرق است، کسی تا زانو غرق است، کسی تا سینه غرق است، کسی تا بینیش غرق است. این حال شما سعی کنید در عرق و ریم و خون و گندگی که در اینجا هست، مردم هر کس به معالت چیز خود به یک حالت هستند. تاریکی از اون طرف، نزدیک شدن آفتاب که به اندازه 1 میل است، بعضی باز میل گفتن که به اندازه میل چوبه، اما چشم که است اینقدر آفتاب نزدیک میشه، خاص میل عادی را میگن. خب به هر صورت این مجموعه از سختی هایی که در روز قیامت هست که هر کس غرق است در شکلی که زندگی کرده. بعضی از گناهایش عرق شده و گندگی و آب شده، خون و ریم و گندگی است. این تا به جلک غرق است، کسی تا زانو غرق است. الله حفظ بکنه. بعضی کسا تا
تخته سینه خود غرق است. بعضیا تا دان خود تا میگه رسول الله دست خود تا این قسمت گرفته چی است مثل لگام که در دان اسب می باشه میگه تا این قسمت میگه غرق است. اینی روز قیامت است. رسول الله میگه که حالت بسیار خطرناک است. الامر اشد من ان یهمهم ذلك، چون در سختی ها و راه است باز کسی متوجه از این باشه که کی برهنه هست، کی چه قسم است، کی چطور است. هر کس در غم جان خود هست.